يا لؤلؤا قد صان. بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی در مورد حکم جلباب و اهمیت حجاب شرعی در اسلام. تراک اول، مقدمه‌ای در مورد بحث حجاب شرعی و حکم جلباب. تراک دوم، جلباب یعنی چه؟ تراک سوم، در مورد اینکه فرق عورت با حجاب در چیست. و تراک چهارم، خلاصه بحث در سه مورد حجاب: حجاب خانه، حجاب بیرون، حجاب صورت. تراک پنجم، در مورد اینکه چرا و به چه علت حکم حجاب نازل شد. آیا ازواج مطهرات و زنان صحابه بدون روسری بودند؟ آیا لباس تنگ می پوشیدند؟ آیا لباس نازک می پوشیدند؟ سوالهای کلیدی که حقیقت حکم جلباب را برای ما روشن می کند. تراک ششم، موضوع این جلسه: نوع اول حجاب، حجاب در خانه و حجاب چارچوب بدن، حجاب صدا و مراتب آن، و فرق حجاب جاهلیت قبل از اسلام و حجاب بعد از اسلام در زنهای آزاده و اصل و نسب‌دار. تراک هفتم، بحث نوع دوم حجاب، حجاب در بیرون از خانه و مراتب آن. تراک هشتم، بحث نوع سوم حجاب، پوشیده بودن صورت زن در هنگام بیرون آمدن از منزل و اینکه بیرون آمدن زن با چهره باز بدون پرده مانند بیرون آمدن زنان جاهلیت قبل از اسلام و تشبه به کنیزان است. تراک نهم، آیا آیات حجاب فقط در مورد ازواج مطهرات هستند؟ آیا صدای زن عورت است؟ تراک دهم، 7 آیه در مورد حجاب و احکامات متعلق آن. تراک 11، آرایش زنان و شرایط آن طبق شرع اسلام. تراک 12، اهمیت حجاب از دیدگاه عقل و فهم انسانی. تراک 13، موضوع این جلسه: تقاضای کلمه لا اله الا الله و اهمیت حجاب و رعایت حدود شرعی محرم و نامحرم و شرایط توبه و حصول زندگی خوب در دنیا و آخرت. تراک 14، موضوع این جلسه: فرق زن و مرد در اسلام و قوانین اجتماعی و جامعه. آیا زن و مرد در اسلام به نسبت کارهای جامعه برابرند؟ تراک 15، مقام زن در اسلام. تراک 16، حکم کار کردن زن در جامعه مانند معلمی و مغازه‌داری و درس خواندن آنها در دانشگاه و غیره. تراک 17، موضوع این جلسه: جواب 3 شبهه در مورد حجاب. و تراک 18، نگاه کردن زن و مرد به نامحرم، نگاه کردن زن به عورت زن و نگاه کردن مرد به عورت مرد، بوسیدن زن دیگر را و بوسیدن مرد دیگر را. تراک 19، موضوع این جلسه: مسلمانی قرآنی و مسلمانی ترکمن صحرایی. اگر کسی آن مسلمانی نباشد که الله متعال میگوید او منافق است. تراک 20، موضوع این جلسه: چگونگی تغییر جامعه اسلامی به کفر و ارتداد و چگونگی پیدایش سستی در اعمال اسلامی. و تراک 21، موضوع این جلسه: حکمت کم بودن میراث زن از مرد. تراک 22، موضوع این جلسه: اختلاف منطقه ترکمن صحرا از کجا شروع شده است؟ چرا دیگران آنچه که شما میگویید را نمیگویند؟ تراک 23، موضوع این جلسه: اشتباه بودن تفکر خودت خوب باش با دیگران کاری نداشته باش، یا به عبارت ترکمنی öğrenin qavvalsan bolar halk bilen nəmişin var و خلاف بودن این تفکر با شریعت. تراک 24، حکم صدا زدن فرزند پدر را به نام و صدا زدن زن و شوهر یکدیگر را به نام و حکم چند همسری در اسلام. همچنین شما می توانید جهت دریافت کلی سخنرانی های استاد یلمس با شماره موبایل 0911 975 7488 تماس حاصل فرمایید. و در پایان از کلی شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ويرون في إيمانك جهلا وعار.